سلام. سلام عرض ادبی ارادتمند. سلام. سلام. امروز قراره درباره کتاب تجددشناسی و غربشناسی آقای دکتر کچویان صحبت کنیم. هر کدوم از دوستان علاقه دارن بحث رو شروع کنیم که حالا با هم گفتگو کنیم. خب حدود 2 قرن قبل شاید ایام شکست ایران از روس و انگلیسی که باعث میشه بخش زیادی از خاک ایران جدا بشه که خب بعضا بخشای مهم و کلیدی خاک ایران هم هست. خود این پدیده یک سوالی رو برای جامعه ایران ایجاد میکنه و فراتر از این برای جامعه اسلامی هم تو اون دوره این سوال مطرحه. جامعه که بخش زیادیش تحت استثمار و استعمار کشورهای غربیه، مسئله شناخت غرب برای جامعه اسلامی تبدیل به مسئله میشه و برای کشور ما کنش‌های فکری در رابطه با برای رسیدن به پاسخ به این سوال شکل میگیره و پاسخ‌های مختلفی تولید میشه که عملاً یه جریان‌های فکری ذیل این پاسخ تو جامعه ما شکل میگیره. به نظرم محور اصلی کتاب یک جریان شناسی تاریخی از این پاسخ هاست. آنچه که به عنوان غرب شناسی در جامعه ما اتفاق افتاده غالباً بیش از این که یک شناخت مستقل از غرب به عنوان یک سوژه باشه، ذیل حوزه علوم انسانی آنچه که اتفاق افتاده عمدتاً ترجمه خود نظریه ها و تئوری های غربی بوده، یعنی یک خودشناسی غربی ها بوده. تعبیر دکتر کچویان اینه که این اتفاقی که افتاده رو نمیشه عنوان غرب شناسی روش گذاشت، بلکه بیشتر ماهیت تجدد شناختی داشته و در حالی که خود غرب شناسی اصولا به صورت مستقل برای حفظ انقلاب اسلامی و برای اینکه انقلاب اسلامی بتونه خودش رو به عنوان هویت مستقل در برابر جریان تجدد حفظ کنه ضروریه. این رو انقلاب اسلامی امکانش رو فراهم کرده، اما همچنان موانع جدی داره، از جمله اینکه خود تجدد چون انسان رو توی هستی خودش هضم کرده، شاید امکان ایجاد ساختارهای اجتماعی مستقلی که این شناخت رو به ما بده خیلی سخت و مشکل باشه. خدمتتون عرض کنم که بخوام فرمایشات آقای دکتر ظهوریان رو تکمیل بکنم، به نظرم کتاب در واقع 3 بخش اصلی داره که در واقع این نکاتی که آقای دکتر ظهوریان گفتن تو این 3 تا بخش جا میگیره. یک، در واقع نحوه تکوین خود غرب در دوره تجدد یا مدرنیتی و مابعد تجدد یا پست مدرنیتی و در واقع اینجا در واقع اون تجدد شناسی مطرح میشه. به تعبیر آقای دکتر کچویان تو این بخش اول اون تحولاتی که از دوره رنسانس شروع میشه تحولاتی است که بعضا ناخودآگاه تقریبا با دوره روشنگری یعنی سده 18 میلادی برای خود انسان غربی خودآگاه میشه، یعنی خودش میفهمه که داره چه کار میکنه. تو این دوره رنسانس تقریبا تا دوره روشنگری که معمولا 400-500 سال حساب میشه، در قرن 18 ایشون با اشاره به مقاله کانت اینو توضیح میدن که در واقع اونجا پرسش از روشنگری به معنای پرسش از اینکه ما این تحولات چجوری طی کردیم و این شدیم، یعنی به تعبیری ما چگونه ما شدیم غربی تو اینجا شکل میگیره. در دوره بعد که مشهور به دوره پست مدرنیته یا در واقع مابعد تجدده، متفکرین در واقع متفکرین اون دوره خودشون شروع میکنن درباره اینکه حالا این تجدد و مدرنیته چی هست تحقیق میکنن و در واقع اینجا تجدد شناسی غربی ها رقم میخوره. آیا تو در فصل دوم یا اون بخش دومی که مد نظر من هست آینه این تحولات رو همونطور که آقای دکتر گفتن بعد از جنگ‌های ایران روس که عمده برخورد ما با جهان جدید هست یکی یکی بررسی میکنن و این تصورات رو در واقع سیر تاریخیش رو با جریان شناسی هاشون ادامه میدن. اون بخش سوم که خیلی بخش مهمی از کتابه و در واقع ایده به نوع این معرفتی ایشون هم اونجا رقم میخوره تو حوزه جامعه شناسی معرفت، غرب شناسی شرایط امکانی و ویژگی هاست. در واقع در انقلاب اسلامی با وقوع انقلاب امکان معرفتی این که ما در موقعیتی متمایز از غرب و تجددی که بر اثر فلسفه‌های تاریخش جهانی شده، ما با انقلاب این امکان رو پیدا میکنیم که بیرون از تجدد غربی بایستیم
و حالا با این برون ایستایی نسبت به تجدد غرب، در واقع تجدد غربی، بتونیم غرب شناسی داشته باشیم. به خاطر همین هم است که غرب شناسی، یعنی کاری که ما بعد از انقلاب با وقوع انقلاب امکانش برامون فراهم میشه، با تجدد شناسی که یک پروژه غربی برای خود غربی ها، اینجا اون حقیقت های متضاد یعنی زیر تیتر کتاب معنا پیدا میکنه. حالا شما دو تا بزرگوار به خوبی اشاره کردین، ولی یه نکته‌ای که من فکر میکنم ما پیشا این کتاب نداشتیم، یعنی بعد از این کتابی که آقای کچویان مطرح کرد داشتیم، این بود که ما همیشه یه یکسان انگاری ساده سازی شده ای رو بین تجدد و غرب داشتیم. یعنی آقای کچویان اومد و بعد از این کتاب به ما نشون داد ما تا الان آنچه دربارش فکر کردیم محاصل یه تجددی بوده که در خود غرب هم شکل گرفته. اگر ما بخوام بیش از این فکر کنیم باید به سمت غرب شناسی بریم. من فکر کنم بعد از این کتاب یه تحولی در حوزه جامعه شناسی حداقل آقای کچویان تونست رقم بزنه. یعنی به نظر من این کتاب یکی از اهمیت‌هایی که داشت، یعنی بعد از این کتاب اتفاقی که افتاد این بودش که بخشی از دانشجوهای ایشون یا بخشی از اهل فکری که حالا یه نسبتی با این کتاب برقرار کردن به این فکر کردن که بتونیم تو حوزه غرب شناسی خودمون یه سطح بالاتر بیاریم، یعنی بیش از تجدد شناسی فکر کنیم. چرا؟ چون تا اون لحظه ما فکر می‌کنم بیش از این غرب شناسی کنیم داشتیم تجدد شناسی می‌کردیم. مثلا مثالاش هم میشه حالا مثلا یکم عینی‌تر بحث کردیم که مثلا ما بخش زیادی از مقالاتی که سالها داشتیم درباره مثلا مدرنیسم، یک شکلی از مدرنیسم بود، مواجهه با مدرنیسم. آقای کچویان این کاری که انجام داد به ما یه تلنگری زد، یعنی به جامعه علمی که اینها بد نیست، یعنی ولی کافی نیست برای کشوری که یا برای حتی منطقه‌ای که میخواد یک دستاورد بیشتری داشته باشه. من میگم این کار خیلی اهمیت داری بود. اما یه نکته‌ای وجود داره، حالا میخوام روش بحث کنیم، اینه که حالا خود آقای کچویان که پروژهش رو تا حدودی دنبال کرده، همین کتاب و اینها رو، و بعد از اینم تو دهه 90 تا حدودی ذیل همین دنبال کرده. اون نکته به نظر من خیلی عجیبه اینه که خیلی در سالهای اخیر ما نتونستیم این بحث غرب شناسی یا بحثی که مشابهش آقای کچویان تو حالا تو فصل دوم و سوم بیشتر داره درش توضیح میده رو بهش بپردازیم. یعنی انگار تو ابتدای این که به سمت غرب شناسی بریم ایستاده و حالا نمیدونم چرا. هدف بسیاری از محققان در سراسر جهان شرق شناخت غرب بوده و گمان کردند با خواندن علوم انسانی و تاریخ غرب میتوانند غرب را بشناسند. دکتر حسین کچویان در کتاب تجدد شناسی و غرب شناسی‌اش تلاش دارد این گزاره را اثبات کند. حسین کچویان جامعه شناس است و در سال 1338 در تهران به دنیا آمد. او عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران است. کچویان در سال 1380 هم درجه دکترایش را از دانشگاه منچستر انگلیس گرفت. او علاوه بر تحصیلات دانشگاهی دارای تحصیلات حوزوی نیز هست و از مهمترین اساتید او میتوان به آیت الله جوادی آملی اشاره کرد. او معتقد است دانشمندانی که غرب را مطالعه میکنند تنها میتوانند تجدد را بشناسند و نه غرب را. به عبارتی مثلا در همین ایران خودمان آنچه امروزه به عنوان علوم انسانی شناخته میشود شکلی از تجدد شناسی است که مقوله‌ای مجزا از غرب شناسی است. بنابر دیدگاه نویسنده غرب شناسی زمانی ممکن می شود که درباره هویت ایرانی به خودآگاهی برسیم و برای این کار نیازمند مطالعه درباره جوانب مختلف این هویت به خصوص مطالعات تاریخی هستیم. کچویان در کتاب خودش برای تجدد در غرب از منظر اندیشمندان غربی 3 مرحله ذکر می‌کند. مرحله اول دوره جنینی و ابتدایی که از قرن 18 یا همان عصر روشنگری در قالب نظریات فلسفه تاریخ ظهور پیدا می‌کند. در این دوره سعی می‌شود تاریخ به عنوان کلیتی یکپارچه مورد مطالعه قرار بگیرد. اما از آنجا که تاریخ مجموعه انبوهی از رخدادهای گوناگون، پراکنده و در اکثر موارد بی ارتباط است، برای اینکه بتوانند تاریخ را چارچوب بندی کنند نیاز به تعیین مقصدی برای تاریخ بود که بر اساس آن به چارچوب بندی بپردازند. در اینجا اندیشمندان تجدد را پایان تاریخ و تحقق کامل معنای هستی بشر اعلام کردند.
مرحله دوم. دوره دوم مربوط به قرن 19 و ظهور علم جامعه شناسی توسط آگوست کنت است. جامعه شناسی این امکان را داد تا تجدد عالمانه فهم و صورتبندی شود تا قابلیت عرضه به دیگر جوامع را نیز داشته باشد. مرحله سوم. در این دوره که از قرن 20 آغاز می شود، با ظهور افرادی همچون فوکو نقد دیدگاه‌های پیشین آغاز می شود. اندیشمندان در این برهه با صورتبندی تجدد به طور کلی مخالفت می کنند، چرا که معتقدند تجدد امری سیال و دائما در حال تغییر است و قابلیت صورتبندی ندارد. کچویان در کتابش همچنین به 3 دوره تجدد شناسی از دیدگاه اندیشمندان شرقی هم می‌پردازد. دوره اول تجدد شناسی شرقی. اولین مواجهه شرقی‌ها با جهان تجدد برخوردی کاملا مقهورانه بوده. افرادی همچون ملکم خان یا تقی‌زاده معتقد بودند که برای پیشرفت باید از فرق سر تا نوک پا به شکل غربی‌ها در بیایید. دوره دوم تجدد شناسی شرقی. این دوره را میتوان با ظهور مارکسیسم در ایران مقارن دانست. در این دوره ایرانیان با علم جامعه شناسی مواجه و با رویکردهای متفاوت آن آشنا شدند. در این آشنایی متوجه شدند که نوع نگاه به تجدد یکسان و یک شکل نیست و میتوان نظرات متفاوتی را ارائه داد. فعالیت افرادی همچون علی شریعتی را میشود در این دوره قرار داد. دوره سوم تجدد شناسی شرقی. این دوره با فاصله گیری از گرایش بیچون و چرا به مطلوبیت تجدد و ظهور و غلبه رویکرد شدیداً انتقادی نسبت به آن مشخص می شود. در این دوره که در ایران با ظهور انقلاب اسلامی رخ داده، این امکان داده می شود که بتوان غرب را شناخت، اما شناخت غرب نیز مبتنی بر شناخت هویت ایرانی است. به نظر دکتر کچویان، انقلاب اسلامی امکان غرب شناسی را فراهم کرده، امکانی که در دوره‌های پیشین وجود نداشته است. چه کسی باید این دپارتمان‌های مستقل رو تشکیل بده؟ احتمالاً کسایی که تو همین نظام دانشگاهی رشد کردن و این نظام دانشگاهی خودش نظامیه که داره همون روایت رو منتقل میکنه. یعنی ما توی چرخه‌ای قرار داریم که اتفاقاً آقای دکتر خودش به سختی و عدم امکان این جنس از غرب شناسی مستقل از پایگاه تجدد، چون نشون پیش نیاز این درگیری نظری و نقادانه جدی با اون پایگاه اجتماعی خود مدرنیته رو ایجاد یه پایگاه حیات اجتماعی مستقل و ساختار اجتماعی مستقل میدونه که خب ما هنوز این پایگاه رو نداریم. این نکته بگم، ببینید آقای دکتر یه ایده‌ای داره اینجا که در واقع فیما بین در واقع درک ما از علوم جدید و درک سنتی ما از علم. ما معمولا تو درک سنتی از علم یا درک معمولا علوم اسلامی دنبال میکنن اینه که معرفت یه امر مرتبط با زمینه‌های اجتماعی نهادی نیست. یعنی در بطن خودش هست، اما توجه به این نمیشه که آقا زمینه‌های اجتماعی نهادی تشکیل دپارتمان یه نسبتی با خود اون معرفت داره. شما معرفت سنتی رو، دینی رو نمیتونید تو هر مکانی لزوما به دست بیاری یا بی تأثیر از فضای نهادیش نیست. ایشون در واقع از یک سو با این ایده داره تعیین نسبت میکنه، از اون طرف هم با ایده علم مدرنه که اساسا هیچ حقایق مستقل از نهاد رو نداره. به تعبیر مثلا رابطه قدرت دانش اگه نگاه بکنیم، در واقع علم جدید محصول روابط دپارتمانی، روابط بازاریه. اگه بودجه بیاد علمی تولید میشه، روی زمین خلق شده به اصطلاح. به تعبیر در واقع اگر بودجه بیاد، اگر سازوکار سیاسی شکل بگیره، یه علمی هم متناسب با اون شکل میگیره. ایشون داره در واقع بین این دوتا قرار میگیره و داره سعی میکنه بگه که انقلاب اسلامی یک موقعیتی ایجاد کرده که از یه طرف باید به حیث اینکه انقلاب اسلامی داره روابط قدرت و اقتصاد و اینها رو تغییر میده، پس یه علم جدیدیه، و از طرف این علم اگر اینطوری باشه خب علم مدرنه، اما ایشون نمیخواد علم مدرن رو تو انقلاب اسلامی احیا بکنه. بنابراین در واقع یه نسبتی هم با علوم اسلامی داره میگیره، یعنی یه حقایقی ماوراء روابط قدرت و سیاست و دولت و اینها وجود داره که اون در واقع علم سنتی ماست. یکی از دلایلی که در واقع با این تعبیر میشه پاسخ به پرسش شما رو داد و باز بحث رو بازتر کرد اینه که درسته که انقلاب اسلامی چه این امکانی برای ما ایجاد کرده، اما نهادهایی که در واقع علم داره تولید میکنه، حتی روی نوشته پشت جلد هم باز دوباره به همین تیکه اشاره شده، اینه که در واقع علومی که داره شکل میگیره تو دانشگاه‌ها، تو مراکز پژوهشی که ما داریم، اینا همش بست دوباره تجدد و مدرنیته غربیه.
و همونطور که دکتر ظهوری هم اشاره کردن، مادامی که از اینها امکان برون ایستایی و برون آمدن نباشه، یعنی بیاید بیرون و از اونجا به این علوم نگاه بکنید، امکان غرب شناسی نیست. یعنی ما الان مردم شناسی رو استفاده میکنیم، ما الان مثلا روانشناسی رو استفاده میکنیم، ما الان اقتصاد رو استفاده میکنیم، مصرف میکنیم. این مصرفی یعنی بست مدرنیته توی جهان شرقی، توی جهانی که حالا ولو انقلاب هم کرده باشه. تعبیر آقای دکتر تو کتاب داره که میگه ما شناختمون از غربی‌ها به واسطه نظام آموزشی رسمی و دانشگاهیمون از شناختمون از هویت فرهنگی خودمون چه بسا بیشتره. این که درسته، ولی حالا من اگه بخوام یه مقداری مثلا یه چالش کوچیکی انجام بدم اینه که خب در غرب هم بسیاری از دپارتمان‌ها و بسیاری از نهادها به همین شکل به شرق نگاه کردن، یا حتی الان بعد از گذر سالها خیلی هم اون تحقیقاتی که اونا درباره شرق دارن دقیق نیست. ما یه همچین وضعیتی هم نداریم، یعنی ما یه مثلا یه دپارتمان یا دل همون تجدد هم نداریم که غرب رو به مثابه غرب برای ما یه توضیحات بیش از این بده. یعنی خود همین کتاب رو هم شما یه سرچ اگه بکنید مثلا خیلی نه نقد شده، خیلی نه بهش پرداخته شده، اصلا میشد منتقدی میگن این کتاب ضعیفی است دیگه، از این بیشتر کی نیست. ولی گویی خود این کتاب هم که میخواد یه بحث جدی انجام بده نیست. من فکر میکنم دعوا بیشتر بر سر اینه که یه حاله‌ای وجود داره و اون حاله اینه که اگر بخوام به سمت نقد غرب بریم در حد ما نیست. من یه نکته این حاله رو من ایشون یه در واقع اشاره تو اون فصل اول غرب شناسی داره که در واقع در یه جای دیگه هم یه اشاره بهش کرده. اونم اینه که بعد از جنگ‌های صلیبی که در واقع قبل از جنگ‌های ایران و روس مهمترین برخورد تمدنی ما با جهان غرب جنگ‌های صلیبیه. تو اونجا در واقع غربی‌ها تا 2-3 سده تحت تأثیر شرق و جهان اسلام هستند. یعنی حتی گزارشات اون دوره که حالا اشاره ایشون هم بهش میکنه تو کتاب خیلی گذراست البته، که در واقع خیلی از اروپایی‌ها داشتن، خیلی اروپایی مسیحی اون دوره داشتن مسلمان میشدن یا شرقی میشدن، به شرق علاقه‌مند میشدن و در واقع به تدریج در دوره نهضت نوزایی و رنسانس تلاش میشه که در واقع مانع این اسلام زدگی یا علاقه به جهان شرق ایجاد بشه و 2-3 سده طول میکشه و همونطور که ابتدا عرض کردم تقریبا یه فرآیند 400-500 ساله‌ای طی میشه تا انسان غربی بفهمه این روند تدریجی گسستش از جهان سنت یا از جهان شرق که مثلا در ادبیات، در هنر، در جاهای دیگه است، تا دوره روشنگری که اونجا تازه میفهمه که چیکار کرده و داره اونو صورتبندی میکنه. به نظرم حالا نمیخوام تطبیق زمانی دقیق بدم، اما به این معنا وقتی تمدنی با این در واقع عظمت و شکوه با اون هیمنه به تعبیر دقیق ترش وارد جهان ما میشه، طول میکشه تا اصلا بفهمیش و بدونی که این یک چیز دیگری است و مثابه دیگری باهاش مواجه بشی. طبیعیه که توی در واقع کشوری که تو وضعیتی که ما الان داریم ولو که انقلاب شده، وقتی رشته‌های فرضاً جامعه شناسی، اقتصاد، روانشناسی داره ادبیات غربی رو تولید در واقع استفاده میکنه، توجه به این کتاب که در واقع میگه که ببین مثلا شما دکتری گرفتی، ارشد گرفتی، بچه‌تو فرستادی مثلا کنکور قبول شده با 1000 زحمت دانشگاه دکتری بگیره پیشرفت بکنه، بعد حالا مثلا 10 سال دکتری گرفته، 12 سال هم دروس قبل از دانشگاهش طول کشیده، بعد 22 سال 25 سال درس خوندن و جون کندن بگی که این همش غربی بود و تازه مثلا اینایی که خوندی همش علم غیر خودته. طبیعیه که در واقع تو این سطح گسترده‌ای که ما الان آموزش عالی داریم کتاب دیده نمیشه دیگه، چون یه در واقع چنین موضعی داره. جواب خود غربی‌ها برای شرق شناسی همچین مانعی نداشتن، یعنی یه روایت قوی که خودشو کلان روایت و تنها روایت صحیح تو دنیا بدون و تبلیغ و ترویج بکنه در برابر اونا قرار نداشته. یعنی حتی مثلا دپارتمان‌های شرق شناسی تو دوره رنسانس، دوره انقلاب علمی، تو دوره حتی انقلاب صنعتی نیست. اولین دپارتمان‌های شرق شناسی تو دوره روشنگری و قرن 18 شکل میگیره که به تعبیر ایشون غرب خودآگاه میشه به خود غربیش و ایشون تلقیش اینه که با انقلاب این اتفاق میتونسته بیفته یا افتاده که ما باید خودآگاه بشیم نسبت به خود شرقیمون و حالا امکان غرب شناسی شکل بگیره.
چون تا در واقع مطابقه منطق دو تا بحثه. بجز آقای کچویان متفکران دیگه هم خب تو این حوزه بودن که حالا البته مثل آقای کچویان نگاه نکرده، مثلا اونها شاید اگه بخوام کتابی براشون نام ببریم شاید عکس این اصلا کار می‌کردن یا عکس محتوای کتاب رو کار می‌کردن. اون دو تا بحث چیه؟ یه بحث اینه که خب ما تعداد زیادی کتاب داریم که مثلا از قرن 18 به بعد دیگه، یعنی مثلا تو قرن 19 تو قرن 20 تو حتی قرن 21 اینها وضعیت غرب رو به مثابه یک وضعیت مطلوبی که در اون تجدد شناسی اولیه ما وجود داشت دیگه ترسیم نمی‌کنه. مثلا من اگه بخوام نام ببرم مثلا کتابای شارل بودلر مثلا یکی از کتابایی که مشخصا نشون میده اون مدرنیته یا اون غربی که در ذهن بوده چگونه بوده. مثلا حتی کتاب مارشال برمن مثلا تجربه مدرنیته رو میشه ازش نام برد و حالا کتابای زیاد. من تازه کتاب‌هایی رو نام بردم که میان رشته‌ای هستن یا به تعبیری خیلی دوز فلسفیشون بالا نیست. این یه بحثه، یعنی یه اتفاقی افتاده که ما فهمیدیم از اون تجدد شناسی اولیه که داشتیم غرب هم آنچنان که باید شاید نیست. خب این باید به ما یه تلنگری میزده، خب این زده نشده به نظر من. یه بحث دیگه هم وجود داره. دکتر روایتش این نیست دیگه، روایتش اینه که این جریان انتقادی که اتفاقا تو خود غرب شکل میگیره کمک میکنه که بت تجدد تو ذهن متفکر ایرانی هم بشکنه. یعنی خب مارکسیسم به تعبیری نشکست. چرا دیگه مارکسیسم و جریان چپ اون سیر دومی که تو نظریه انتقادی میگه آقای دکتر اینه که اتفاقا جریانش ظهور جریان چپ و مارکسیسم و جامعه شناسی کمک میکنه این بت بشکنه و اون نگاه منفعلانه متفکر ایرانی در برابر غرب یه مقداری شکسته بشه. بله یه دفعه کلا معکوس نمیشه اما این سیر رو به سمت بهبود طی میکنه در طول تاریخ. نکته بحث دوم این بود که وقتی اینها مواجه بگم بعد وارد نکته دوم بشید. ببینید آقای دکتر از قضا نوشتن این کتاب و ضرورتش براش دقیقاً تو همین نقطه‌ای که آقای ظهوریان میگنه. آقای دکتر میگه که به واسطه اون موجی که پست مدرنه که در واقع به این معنا مارکس هم جزو آستانه‌های پست مدرنیسم محسوب میشه، یعنی اون جریانی که اون ایده خوشبینانه ایده ترقی و توسعه غربی رو یا مدرنیته رو نقد میکنه تو خود غرب. این ایده حالا مثلا نیچه هست، مارکس هست و غیره که در نهایت در پست مدرنیسم تکامل پیدا شکل میگیره، تکمیل پیدا میکنه. ایشون میگه ببینید اینجا یه موقعیتی بود برای جهان شرق که خودش رو به عنوان حداقل یکی از جریان‌های منتقد بیاره و اینجا به کار ادوارد سعید و شرق شناسی اشاره میکنه. اما یه بدفهمی اینجا ایجاد شده که به نظرم باید اینم خیلی باید دربارش بحث بکنیم. اشاره شده دیگه. بله. همسانسازی شرق با غرب. بله که در واقع اینجا یه ایده‌ای یه اشتباهی توی جامعه ایرانی پیدا میشه که پس جهان شرق یا مثلا در واقع رویکرد ما به نسبت به غرب هم به عنوان یکی از جریان‌های انتقادیه، یعنی ما و مارکسیسم و بقیه جریان‌هایی که در پست مدرنیسم شکل می‌گیرن یه جریان انتقادی غربی. میگن اگر این تلقی شکل بگیره در واقع ما هم تجدد شناسی غربی داریم می‌کنیم، ولو به ادامه اسلام باشه ولو به ادامه شرق باشه، و دارن تلنگر میزنن که اگر این جریان اشتباه شکل بگیره علیرغم اینکه فرصتیه اما این مشکل رو برای ما ایجاد میکنه که ما تجدد شناسی و غرب شناسی رو حقیقت‌های متضاد نفهمیم و در واقع خودمون رو به مثابه یه خورده نظام، یه خورده فرهنگ ذیل کلان روایت غرب تعریف بکنیم که منتقد تجدده. و انگیزه اصلیشون از نوشتن کتاب همینه که ما یه جریانی مثل فمینیسم، مثل پسا استعماری ها، مثلا مارکسیسم، مثل مطالعات فرهنگی و غیره نیستیم. بله اسم اینا رو میارن. مثل اینها اگر باشیم میشیم تجدد شناسی غربی که منتقد تجدد مدرنیته است که الان تازه اون امکان برای ما فراهم شده که ما به این تجدد شناسی انتقادی بپردازیم. بله. اما میگن اون چیزی که من تو انقلاب دنبال میکنم اساساً یکی از اینها نیست بلکه غرب شناسی. حالا یه اشاره‌ای هم به اون سخنرانی خیلی مشهورشون بکنم که مرگ جامعه شناسی مطالعات فرهنگی. خیلی در واقع تصورشون از اون سخنرانی اینجا این سخنرانی روشن می‌کنه چون اشاره دقیقی هم اسم میاد از مطالعات فرهنگی تو این کتاب. در واقع اون مطالعات تولد مطالعات فرهنگی به معنای نیست که خب پس ما از جامعه شناسی رها شدیم چقدر خوبه که مطالعات فرهنگی رو بهش بپردازیم. تعبیر دارن در واقع در اون سخنرانی که مطالعات فرهنگی اگر جامعه شناسی شره، مطالعات فرهنگی شر مضاعفه
و به این معنا در واقع غرب شناسیه که مطلوب ماست، وگرنه اگر در کنار اونها قرار بگیریم خودش یک نوع تجدد شناسی دوباره غربیه و این در واقع هیچ فایده‌ای برای انقلاب و جهان ما نداره. این اصلا ما رو بی‌هویت می‌کنه، دیگه مایی وجود نداره به معنایی که ما رو کار. من می‌خواستم نکته دیگه بگم با این مسائلی که شما گفتین، این مقداری کلا فکر کنم بعد وارد یه بحث دیگه شد و اونم اینه که من اینجوری میفهمم که وقتی اون امیل معلوف، اون متفکر بزرگ، اون کتاب هویت‌های مرگبار رو نوشت، یه چیزی رو می‌خواست اثبات کنه که هویت ما، تعبیری انسان شرقی مسلمان در خاورمیانه، حالا به هر تعبیری، با اونی که غربی‌ها به هر نامی مثلا لیبرالیست، سکولاریست میخوان با ما تطبیق بزنن، وقتی اون میاد ما رو دچار یه هویت‌های مرگباری میکنه که هم هویت خودمون رو دست میدیم، هم نمیفهمیم اونها چی گفتن. یعنی این رو می‌خواست تو اون کتاب بگه. خب یه جریانی شکلی سالها وجود داره دیگه، میشه اسمشو گذاشت پسا استعماری، میشه اسمشو گذاشت مثلا مطالعات فرهنگی، میشه اسمشو گذاشت مارکسیسم، حالا هر چیز. اما حقیقت اینه که الان میخوام به انقلاب اسلامی اشاره کنم و مثلا امکان انقلاب اسلامی در این 40 خردی سال یه مقداری اگه میخوام صحبت روکی بکنم، همین قدم نتونستیم. یعنی ببینید مثلا امروز مثلا ما میتونیم مثلا ادعا کنیم ما یه نهله‌ای مثل پسا استعماری هستیم، خب نیستیم واقعا. یعنی ببینید تازه ما امکان‌هایی داشتیم که باز اینا رو من خیلی به صورت رک میگم، مثلا امکان دخالت در منطقه رو داشتیم، تحولاتی در منطقه دادیم که هیچ کدوم از این نهله‌ها نداشتن. جنبش‌های اسلامی هنوز که هنوزه موفق‌ترین جنبش‌ها در برابر تمام استعمارگری غرب. یعنی همین لحظاتی که الان ما شاید با هم داریم صحبت می‌کنیم، یکی از مهمترین اتفاقاتی که داره میفته مثلا در منطقه داره میفته، خب یه جنبش اسلامی است. تقریبا تمام انقلاب‌های مهم در قرن اخیر به جز انقلاب ایران تحت تاثیر جنبش‌های اسلامی بودن، یا حالا تصرف اولیه داشتن یا ثانویه. اما واقعا آنچنان که باید شاید شما معکوس به نظرم به مسئله نگاه کنین. یعنی از این ور اتفاقا همین تحولاتی که میفرمایید بخشش مال اینه که شاید ذهن جامعه ایرانی و متفکر ایرانی تا یک حدی از اون بند تاریخی مدرنیته جدا شده در هم. متا صعوبت مسئله، صعوبت و سهولتش هم به نظرم باید دید. یعنی خود انقلاب اسلامی اساساً یک انحراف از مسیر تاریخ دیگه، یعنی یک تاریخ شما داشته به سمت ماتریالیسم حرکت میکرده، چه بسا مدرنیته و ماتریالیسم آینده حتمی تاریخ بشر بوده. این وسط یه جریان، یه نهضتی ظهور کرده و پیروز شده که این تاریخ رو از مسیرش به یه سمت دیگه برده. یعنی توی کشورهایی، چه تو جامعه اسلامی چه حتی تو خود آمریکا، مثلا جریان امت اسلام که شکل میگیره، یه نهضت‌های اینطوری داره شکل میگیره متأثر از این جریان اسلامی. منتها همچنان اینو باید لحاظ کنیم که ما محاط بر ما همون جریان تجدد و مدرنیته هست و سعی داره میکنه ما رو به اون سمت قبلی و همون مسیر قبلی تاریخ. آره، ولی مثلا یه مثالش آقای دکتر اگه ما بخوام بزنیم، حالا آقای دکتر قائمی که شاید تو این حوزه بتونه کمک کنه، اینه که مثلا میشل فوکو دیگه، مثلا ما یه میشل فوکوی داریم که خودش اتفاقا جزء همین افرادیه که بیرون از این مدرنیته بوده، یعنی جزء هم گروهایی که نام بردین دیگه، جزء پست مدرن هاییست که وقتی میاد انقلاب 57 میبینه یه تبیینی داره از انقلاب 57 که حالا البته تبیینش خیلی تبیین دیگه شفافی نیست، همین الانش بحثه. ولی ما بعد از گذشته 45 سال یکی از دستاوردامون اینه که وقتی میخوام انقلاب 57 دربارش صحبت کنیم، میریم به میشل فوکو ارجاع میدیم و از جایی که به میشل فوکو میدیم در برابر اون چیزی که مدرنیته یا پست مدرن میخواد در برابر ما حاکم کنه دفاع میکنیم. ولی نمیتونیم، یعنی زبان، من هنوز ندیدم زبانی نداریم که بگیم آقا فوکو اصلا نفهمیده که چه اتفاقی افتاده، یا فوکو درسته 5% فهمید ولی 95% بعدش ما میگیم. یعنی ما در این شرایط هنوز نیستیم. یعنی من میگم آقای کچویان پروژه شاید یعنی من احساس میکنم پروژهش این بوده که تو خود آقای کچویان در مورد فوکو صحبت میکنه، ولی فوکویی که میگم البته خب تفاوت داره، حالا نمیخوام سر اون بحث بگم، ولی میخواد بگه که آقای کچویان میخواد بگه که اگه ما تونستیم این مثال من زدم میشل فوکوی رو کنار بگذاریم و خودمون روایتی کنیم که هم ارز میشل فوکو نه حتی جلوتر از میشل فوکو باشه، اون موقع ما تونستیم یه قرض حساب. اینو من فکر میکنم تا این لحظه نداریمش. من به صراحت میگم یه نکته‌ای در واقع با ارجاع به این چیزی که خود آقای دکتر زدن عرض کنم، فرمایش شما تکمیل میشه. ببینید تو غرب شناسی دو نقطه شرایط امکانی و ویژگی ها، آقای دکتر ما اگر در واقع مواد غذایا رو امتناع و امکان و وجوب بدونیم بر حسب منطقیون،
آقای دکتر معتقده که انقلاب امکانه و در واقع حالا این که در واقع این معنا چه امکانیه و چه نسبتی با تاریخ ما داره بحث دیگری است که عرض می‌کنم خیلی از مناقشات همینجاست. اما خیلی در واقع شسته رفته بخوام عرض کنم، بر اساس ماجرای جبر و اختیاری که انسان‌ها و جوامع دارن لزوماً در واقع قرار نیست که با یه شرایط امکانی که باز شده حتماً بقیه محقق بشه. این بستگی به اختیار آدم‌ها برای استمرار اون مسیر تاریخی داره. یه کتابی به ایشون بعد از این کتاب بلافاصله منتشر میکنن، چون در واقع بعد از این کتاب تقریبا ماجرای بیداری اسلامی اینا رقم میخوره. همون کتاب مشهور انقلاب اسلامی و انفتاح تاریخه. اونجا یه حرفی در مورد کشورهای منطقه میزنن که بست این منطقی است که اینجا توضیح دادن. اونجا میگن که 30 سال پیش، یعنی نه اون زمان، یعنی نزدیک انقلاب ما 30 و خورده سال پیش، خیلی از این کشورهای عربی به واسطه انقلاب جنبش‌های انجام دادن، مثلا مصر، مثلا تونس، امثال اینا. و اینها در واقع به واسطه این جنبش‌ها تلاش کردن از شر یک سری دیکتاتورهایی که در کشورشون حاکم بود رها بشن. اما اون جنبش‌ها که اتفاق میفته 30 و خورده سال پیش، یعنی هم دوره با انقلاب ما یا مثلا متأثر از انقلاب ما، اما اون کشورها در شرایط انتخاب بین تاریخی قرار میگیرن که غرب ایجاد کرده و تاریخی که انقلاب میخواد ایجاد بکنه و اونها بعد از این جنبش ها دوباره به دامن کشور غربی حرکت میکنند، یعنی گرایش پیدا میکنند. و بعد مسئله اینجاست که بعد از اون دوره ابتدایی انقلاب گرفتار یک دیکتاتوری بدتر از دیکتاتور بعدی میشن. مثلا تو مصر دیگه این قضیه خیلی معلومه. ایشون بر اساس این منطق که تو این کتاب هم داره اون منطق رو توضیح میده، میگه ببینید اینا چون از این شرایط امکانی که واسه جنبش ها ایجاد میشه استفاده نمیکنن و خودشون از دامن غرب نمیکشن بیرون که بتونن حالا با غرب مواجه بشن، دوباره سرنوشت بدتری پیدا میکنن. و اون زمان که هنوز مرسی بود و هنوز سیسی نیومده بود تو مصر، ایشون میگن که این امکان در واقع این مواجهه دوباره داره در مورد این کشورها تکرار میشه. کما اینکه تو جامعه ما میشه گفت جریان سازندگی که بعد از جنگ شکل میگیره از همین جنسه دیگه، یا حتی جریان مثلا دولت موقت. یعنی اون جایی که در واقع این امکانه هست، اما شما اختیار داری که حالا کجا واسطی، کجا حرکت بکنی، کدوم سمت بری. من به نظرم اگر این مسئله رو نفهمیم، بسیاری از حرفایی که الان به اسم غرب شناسی میزنیم، جریان شناسی که در مورد غرب شکل میگیره، جای خودش رو پیدا نمیکنه. یعنی بعد یه مدتی می‌بینی با غرب شناسی شروع میشه اما باز دوباره بست غربه، چون اون نقطه‌ای که باید سرش تصمیم بگیره که به غرب از بیرون نگاه بکنه نه اینکه بره داخل خود غرب، در واقع کم رنگ میشه و به تدریج از بین میره. این تقریبا سرنوشت خیلی از جریان‌های فکری بعد از انقلاب بوده. یعنی شما اگر از اواسط دهه 60 نگاه بکنید، با یه تدریجی آدم‌ها یکی یکی با یکی چپ میشه، یکی راست میشه، یکی پست مدرن میشه و غیره. این موضع اولیه کم رنگ میشه و استمرار این، یعنی کم رنگ نشدن این موضع خیلی کار دشواری. به نظرم اونجاها بعد با اون کتابه میشه این مسئله رو تا حدی ما به نوعی عقب نشینی هایی داشتیم و پیشروی هایی و به نظرم قضاوت دقیق و وقتی میشه داشت که برآیند این پیشروی ها بیشتر از عقب نشینی ها باشه. ما یه نگاه هم باید داشته باشیم که واقعا وقتی از 40 سال صحبت میکنیم، 40 سال تو مقیاس و عمر من زمان بزرگیه، ولی در نگاه تاریخ 40 سال هم عدد قابل توجهی نیست و اساسا خود مدرنیته هم یک شبه شکل نگرفته. خود مدرنیته هم چند صد سال طول کشیده و صرفا هم از این مطلب هم لحاظ کنیم که صرفا محصول دانشگاهی مدرنیته نبوده، ولی ایده هایی متناسب با مدرنیته وجود داشته، ولی این دائما بین دانشگاه با فضای اجرایی رفت و برگشت کرده تا بعد از چند صد سال تونسته مثلا همچین نظام بزرگی و روایت قوی شکل بده که بتونه مثلا جهان رو در خودش هضم کنه. ما تو کشور ما هم وقتی نگاه میکنیم بالاخره اصل خود تلاش برای ایجاد چنین روایتی با مثلا ایده‌های مثل الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت یا مثلا بحث‌های اقتصاد اسلامی، بانکداری اسلامی، خود اصل ایده شکل گرفته. میشه نقد کرد خیلی کارهایی که ذیل این ایده‌ها شکل گرفته. مثلا دو تا شاید جریان قوی باشه که ذیل همین روایت‌هایی که تلاش کرده برای ایجاد هویت مستقل
برای ما شکل گرفته، یکی جریانی هست که بخشی که منفک از واقعیت خواسته این روایت رو شکل بده، یعنی جریانی به عنوان ذیل مثلا مبحث علوم انسانی اسلامی بوده که تعبیر شاید از علوم انسانی اسلامی این بوده که ما بریم به سراغ تراث دینی و مثلا به صورت داد بنیاد از دل تراث دینی مثلا بخوایم مدل سازی و الگو سازی کنیم. اتفاقی که این جریان رخ داده اینه که وقتی آنچه که تونسته عرضه کنه با این الگو وقتی وارد واقعیت شده دیدیم که پاسخگوی اون نیازهایی که تو واقع جامعه ما داره نیست و لذا نتونسته این رفت و برگشت رو با فضای اجرایی شکل بده. یه جریان دیگری هم همچنین حضور داشته که باز جریانی بوده که یه مقدار نگاه منفعلانه با پدیده‌های مدرن داشته، نگاهی که مثلا تو جریان قالبش مثلا شما تو جریان بانکداری اسلامی می‌بینین کاری که کرده این بوده که یه پدیده کاملا مدرن رو خواسته مثلا اسلامی کنه، رفته بدون اینکه استحاله در محتوای این به وجود بیاره عقود اسلامی رو جعل کرده بدون اینکه هیچ تغییری تو ماهیتش بده. در واقع به نظرم این کتاب یک مسیر رو باز میکنه که ما بدانیم آنچه که به عنوان احیای هویت ایرانی و اسلامی مسئله ماست از دل رفت و برگشت با واقعیت و دیالکتیک با تجربه زیسته جامعه خودمون، جامعه دینیمون ایجاد میشه. خود کتاب احتمال زیاد یک امکانیه دیگه، یک امکانی برای رسیدن به یه فهم تازه‌ای، ولی این فهم تازه رو پیدا کردن به نظرم چند تا مشکل داریم با تو این لحظات. یکی این که حالا من یه خاطره بگم شاید این جالب باشه، چون آقای دکتر درباره انقلاب‌های منطقه گفتن. اون زمانی که انقلاب‌ها یکی بعد دیگری شکل می‌گرفت، مثلا از تونس شروع شد، مصر و اینها، من یه دانشگاهی رفته بودم و یه همایشی بود، 4 تا استاد بودن. حالا خیلی جالبه چقدر ربطش به این کتاب چیه میگم. این 4 تا استاد این دقایقی که صحبت می‌کردن تمام تلاششون کردن که بگن این انقلاب هیچ ربطی به اسلام سیاسی و جنبش‌های اسلامی نداره و انقلاب‌های مدرن و دموکراتی هستند و از روی شعاراشون مثلا نان و برابری و اینها بعد میگفتن دیگه مثلا چیزی به نام الله اکبر نداریم، شعارهای بازگشت به خویشتن نداریم و حالا اینجوری داشتن تفسیری از اینها می‌کردن و حالا یه تعداد زیادی هم اونجا بالاخره دانشجو. همین آدم‌ها اگه یکیشون کمتر، فقط 3 نفر شدن. 8 سال بعد یه همایش دیگه‌ای بود، یعنی همین آدم‌ها. این همایش هم در مشهد برگزار می‌شد. داشتن صحبت می‌کردن که چطور اسلام سیاسی در همه جا یکی بعد دیگری شکست خورده. بعد همین کشورها رو داشتن مثال می‌زدن، یعنی همین کشورهایی که داشتن سالهای قبل ثابت می‌کردن اسلام سیاسی، بعد با اونها داشتن ثابت می‌کردن که آقا انقلاب اسلامی هم به این روز دچار خواهد شد. حالا اینکه این یک گاف علمی است من نمیخوام، ولی چه ربطی به این کتاب داره؟ به نظر میرسه ما در لحظه امکانه همچین وضعیتی نیازمند به فکر و یا تعبیر شاید سنتیش فیلسوف معابانه فکر کردن داریم. من فکر می‌کنم یکی از مشکلاتی که الان ما داریم یک شکلی از سانتیمانتالیسم نسبت به غربه. یعنی این یکی از بحران‌هایی که باعث میشه ما نتونیم امکان غرب شناسی ایجاد کنیم همینه. حالا من از یه مقدار شاید رادیکال بشم، مثلا من رصد می‌کردم قبل از این برنامه ببینم ما چند تا فصلنامه مثلا در یک فصل علمی پژوهشی درباره غرب شناسی داریم. مثلا احتمال زیاد با ارفاقی که من می‌کنم 2 تا داشتیم، یعنی بخش زیادی از فصلنامه‌های علمی پژوهشی درباره غرب اصلا هیچ ربطی نداشت یا مثلا چیز درخوری نداشت. 2 تا داشتیم که تقریبا از اون 2 تا رو میشه با ارفاق یکی رو یک فصلنامه غرب شناسی به معنای آکادمیکش حساب کرد، چون اون یکی دیگه هم مثلا درباره غرب مثلا یه بخش زیادی از چیزاش نبود. در یک چنین وضعیتی من فکر می‌کنم اولین کاری که ما برای امکان باید بکنیم فکر کنم بیش از این که به غرب شناسی بیاندیشیم به وضعیت خودمون در حال حاضر، به قول اون پرسش کلیدی که متفکران در درباره ماهیت اکنون اون فکر کنیم. انگار این کتاب، یعنی آقای کچویان، افکار آقای کچویان، هزاران نقد ممکنه بهش باشه، در این لحظه ماهیت اکنون ما اینه که اصلا اینها بی اهمیته. یعنی انگار شما وقتی میخوای غرب شناسی کنی باید یه کارهای بهش فکر کنی. انگار ماهیت الان ما میگه آقا غرب شناسی چی هستن؟ یعنی من این احساس دارم. من نمیگم چلا مثلا خورده سال زمان مثلا نه کمیه نه زیادیه، من میگم ماهیت الان ما با این وضعیت جوریه که اگه 400 سالم به ما وقت بدن بعد 400 سال باز ما هم اینجاییم. یعنی من این ترس من از اینه که
انگار ما در یک جایی ایستادیم که غرب شناسی که حالا مهم نیست، کلا بیام به سری مسائل دیگه فکر کنیم. این مثالی که زدم به خاطر این بود که جامعه آکادمیک ما در عرض چند سال از یه انقلاب دو تا تفسیر سیاست زده میکنه برای رسیدن به وضعیت خوشبخت. قطعا در واقع غرب شناسی هم یک چنین وضعیتی داره. یا من سرچ میکردم چند روز پیش برای یه مطلب دیگه‌ای، دیدم یه ترمی در یه دانشگاهی در نروژ وجود داره به نام اینکه چگونه رمان مدرنیته را رقم زد. حالا این ترم شاید به اون معنا قدیمی هم هست. بعد سرچ کردم دیدم صدها مقاله مختلف درباره تک تک رمان‌ها در نروژ وجود داره و البته خیلی جالب بود که ابتدای تمام مقالات هم با یه سری واژگان مشترکی شروع شده بود. واژگان مشترک این بودش که ما در شروع یک مسیریم، ولی شما مثلا همین رمان‌ها رو می‌بینید در داخل کشور ما ترجمه میشه، خونده میشه، نقد میشه، بررسی میشه و هیچ کسی هم بهش توجهی نمی‌کنه. رمانی که مثلا قرن 17 نوشته شده، قرن 19 نوشته شده، قرن 20 یا متأخرا و خیلی هم ستایش میشه بعضی موقع شما. اما اون دپارتمان نروژی خیلی جالب، یکی از اون مقالات این بود که من اینو می‌خوندم که آیا کامو به ما ربط دارد یا نه؟ آیا سارتر به ما ربط دارد یا نه؟ آیا داستایوفسکی به ما ربط داره؟ ولی شما اینا رو داخل کشور نداریم. یعنی ما یه طیفی داریم که مثلا میگه آقا برای نقد غرب برو داستایوفسکی بخوان، یا برای این که مثلا غرب دوست بشوی برو ایکس رو بخوان، ایگرگ رو بخوان. اما اینو اینجا نداریم. اینجا انگار یه وضعیت خیلی چیز داریم. دکتر توی این قسمت در واقع صفحه آخر یه نکته‌ای رو میگن. در واقع این یه میزانه، یعنی یه طیفه. تعبیرشون این که میگن که به میزانی که ما به هویت تاریخیمون اشراف پیدا بکنیم امکان غرب شناسی برای ما گسترده تر میشه. من به نظرم یکی از کارهایی که ایشون حالا توی وجوهی توی مثلا فصل غرب شناسی شرقی انجام میدن یا غرب در شرق انجام میدن و در واقع در کار دیگهشون تذکر بهش میدن اینه که ما راه حل این قضیه چیه؟ اینه که در واقع بتوانیم هویت خودمون رو نه به مثابه هویتی که شرق شناسی برامون تصویر کرده از خود ما، بلکه اون هویت خودمون رو دائما بتونیم احیا بکنیم و به میزانی که این روایت تاریخی رو از خودمون گسترش بدیم امکان غرب شناسی هم برای ما بیشتر فراهم میشه. به تعبیر دیگه انقلاب اون میخ اولیه رو کوبیده، اما اینکه حالا این میخه چقدر در واقع قوی بشه، فربه بشه، به واسطه اینه که اون روایت تاریخیه بتونه شکل بگیره و در واقع به این معنا ما با یه جریانی از تجدد و غرب مواجهیم که دائما داره در ما گسسته تاریخی ایجاد میکنه. این گسسته تاریخیه اگر در واقع انقلاب اومد یه مانعی جلوش گذاشته، بستگی به ما داره، به همین لحظه اکنونی که ما توش هستیم داره که ما چقدر در واقع این هویت تاریخی رو احیا بتونیم بکنیم و در واقع نسبت لحظه الانمون رو با این هویت تاریخی هر چقدر بتونیم بیشتر برقرار بکنیم، اون وقت امکان غرب شناسی برام فراهم میشه. لذا اگر این امکان اتصال با هویت تاریخی برای ما فراهم بشه، مثلا اگر ما داستان رو یا اون شیوه از نثر و شعر رو که قوه تخیل ما رو برمیانگیخته در سنت خودمون استمرار بتونیم پیدا بکنیم، بفهمیمش، یعنی با شعر سنتی، با ادبیات سنتی ارتباط بگیریم، اون وقت امکان این که داستان غربی رو غربی بفهمیم برای ما وجود داره. میگن مادامی که این ارتباط وجود نداشته باشه ما شعر و داستان سنتی رو نمیفهمیم و در عوض رمان رو میفهمیم، موسیقی جدید رو میفهمیم، اینا رو میفهمیم. چجوری میتونیم این رو از بافتش همیشه خارج کردیم؟ بله، چون چرا از بافتش خارج کردیم میایم تو بافت خودمون؟ چون بافتی نداریم. یا به تعبیر دقیق‌تر انقلاب اومد این بافت رو برای ما ایجاد بکنه، اما گویا هنوز اونقدر سترگ و فربه و تناور نشده که این او رو تو بافت غربیش بفهمیم و بگیم ما تو بافت دیگه‌ای هستیم. حالا مثلا با موسیقی جدید چه نسبتی میتونیم برقرار بکنیم؟ این پرسشه تا وقتی ایجاد نشه و راهی که ایشون صفحه آخر میگه اینه که حالا عبارت رو من از رو بخونم، عبارت چیز دیگه روشنیه. میگن که در واقع به میزانی که ما در مسیر خودشناسی ایرانی به پیش میرویم و به نوعی اجماع در فهم هویت و ابعاد مختلف آن میرسیم،
این امکان نیز به همون میزان این امکان نیز پیدا می شود که بتوانیم غرب شناسی را در همه شکل اشکالش به عنوان یک حوزه مطالعاتی و برنامه تحقیقاتی شکل دهیم. در واقع خودشناسی‌های ما هم خیلی وقتا هویتی نیست. یعنی شما یه روایتی از رمان‌های غربی که میگید، ما اتفاقاً بخش زیادی از جریان رمان نویسی و داستان نویسیمون هم بیش از اون که بازتاب هویت ایرانی باشه، اتفاقاً بازتاب شرق شناسی هایی است که غربی ها انجام دادن روی ایران. یعنی ویژگی های منفی که اونها نسبت به ایرانی ها ذکر کردن میاد تو ادبیات داستانی ما، مثل کتاب دایجان ناپلئون مثلا بازتاب پیدا میکنه. مخصوصا سینما همینطور وارد بعد ادبیات علوم اجتماعیمون میشه. یعنی ما کتاب شاخصی که مثلا برای شناخت جامعه ایرانی نوشته شده، ما چگونه ما شدیم، که کلا روایت غربی از ایران داره، نمیاد خودشناسی ایرانی ها نیست و جریان عمده علوم اجتماعی ما هم مسیرش اینه. من برای خاتمه بحث فکر میکنم یه نکته بگم که مهمه. تابلوهای نقاشی که سابق در قهوه‌خانه ها انجام میشده شما دوستان حتما دیدید دیگه. بالاخره اینا یه بافت اجتماعی در دوره خود ما داشته که اون مقطع بوده. من دیدم کتاب‌هایی درباره اینا نوشته شده، یعنی درباره نقاشی‌هایی که در قهوه‌خانه ها اومده. همون ابتدای کتاب طرف گفته بود من از لنز فلان متفکر غربی که در حوزه فلسفه هنر داره استفاده میکنه. من البته نمیخوام بگم این کتاب بده ها، یعنی انگار یه وضعیتی به وجود آمده که بعد وقتی داشت کتابو توصیف میکرد، من یه لحظه فقط این نقاشی‌ها رو به درد یه خونه مثلا در زعفرانی تهران جذاب دیدم که اونجا نصب شه و مثلا یه تعدادی بیان عکس نوستالژیک بگیرن. تو واقعیت هم هست. تو واقعیت هم همینجوریه. تو واقعیت امر نوستالژیک همینجوری شکل میگیره. ولی اون وقایع انگار همین گسسته تاریخی که آقای دکتر میگه انگار همه از هم گسسته بود دیگه. یعنی اونا همه برای ما لحظه پایان و یک خاطره خوشی بود که صرفا در لحظه حال میتونیم استفاده کنیم. ما فکر کنم در چنین شرایطی فعلا به سر میبریم. حالا من به نکته پایانی اگه صلاح بدونید بریم در واقع به این بپردازیم که بزرگواران بگن که از کدوم بخش کتاب بیشتر خوششون اومده یا با کدوم بخش کتاب ارتباط بیشتری گرفت. من خود اون روایت تاریخی که آقای دکتر در مورد پاسخ‌ها تو کتاب بهش اشاره میکنه برام روایت جالبی بود که 3 دوره ایشون ذکر میکنه. دوره اول به نوع مواجهه منفعلانه جامعه ایرانی است، یعنی اینکه دیگه صحبت از اخذ و تقلید از وجوه خاص نیست. ما دنبال جریان روشنفکری، ما دنبال یک نسخه برداری تام و تمام از آن چیزی هست که به عنوان مدرنیته شناخته، اون هم در حالی که هنوز اساساً به شناختی نرسیده نسبت به ماهیت مدرنیته. و اینو آقای دکتر با یه پدیده تاریخی که نمونه نداره. یعنی ما در طول تاریخ تأثیر و تأثیرات فرهنگی بین تمدن‌های مختلف زیاد داریم، ولی غالباً این تأثیر و تأثیرات اولاً تدریجی است، دوما ناآگاهانه است. این اولین باره که ما بدون اینکه پدیده رو بشناسیم می‌خوایم بیام عیناً این رو کپی برداری کنیم، نسخه برداری کنیم. و اتفاقا این کپی برداری هم از سطحی ترین وجوه، یعنی از یکسانسازی لباس و برداشتن حجاب شروع میشه. و بخشی از جامعه ما هم نگاهش اینه که اساسا غربی‌ها چرا پیشرفت کردن؟ به خاطر اینکه اصول اسلامی رو مثلا زودتر از ما رفتن استفاده کردن. هنوز هم هست آقای تصاویرش تو فضا مجازی مثلا میاد ما مثلا 60 سال پیش نمادش اون جمله منسوب به سید جمال که حالا البته سندی هم نداره، ولی خود این جمله بالاخره تو جامعه ما رواج داشته. ظهور مارکسیسم و جامعه شناسی است که اون جریان دومو به ما اجازه میده که اون دیدگاه منفعلانه و نگاه کاملا هضم شده در غرب یه مقداری تو روشنفکر ما تغییر کنه. جریاناتی مثل دکتر شریعتی و جلال آل احمد افرادی میان و یک روایت انتقادی نسبت به غرب میدن و تازه روشنفکر ما به ماهیت متمایز بین تمدن اسلامی و تمدن غرب پی میبره. جریان سوم رو هم آقای دکتر اشاره میکنن که انقلاب اسلامی هست که باعث ظهور و بروز این جریان سوم میشه که به نوعی اینجا اتفاقا نگاه گزینشی نسبت به غرب شکل میگیره که میگه ما میتونیم غرب رو یه بخش‌هایش که مثبت است رو گزینش کنیم، بخش‌هایی رو کنار بذاریم و امکان این به نوعی ظهور انقلاب اسلامی تازه تجدد شناسی رو شکل میده و امکان غرب شناسی رو هم فراهم میکنه. این سیرش به نظرم سیر رو نشون میده که سیر غرب شناسی تو جامعه ما علیرغم اینکه آقای دکتر تاکید داره هنوز شکل نگرفته، اما سیر اتفاقا رو به رشدی هستش. من از بخشی که بیشتر استقبال کردم همون همسان انگاری مهلک شرقی‌ها از
غرب بود که به نظرم هنوزم یه بخش زیادش هستش. یه تصویری هستش که این روزا تو مجازی هم زیاده، 70-80 سال 100 سال پیش کشورهای دنیا رو نشون میده، چین چه شکلی بود، الان چه شکلی شد، فرانسه، بعد آمریکا رو نشون میده، مثلا این برج‌ها و اینا اون زمان هم مثلا بوده، بعد حسرت‌هایی هست. بعد همون مقطع دقیقاً در همون مقطع که داره نشون میده، مثلا اگه نگاه کنیم حالا بجز آدورنو خیلی از متفکران مهم دیگه دارن همین آمریکا رو روایت میکنن. یعنی ما از لنز یک متفکر داریم، تمام این آمریکا یک جایی که اصلا توی زندگی نیست یا یک وضعیت نازندگیه، ولی انگار هنوزمون همسان انگاری مهلکه در یک تصویری هستش. خب ما اگه بتونیم جلوی اینو تا حدودی بگیریم به نظرم یه بخش از اون امکانات فراهم. برای منم در واقع این فصل آخر کتاب غرب شناسی شرایط امکانی و ویژگی‌هاش یه خورده مسئله است. علتش هم اینه که یه چالشی رو توی بین کسایی که کتابو خونده بودن ایجاد کرد که در واقع چالش معرفتیه. اون هم اینه که در واقع تو این فاصله ای که از جنگ‌های ایران و روس به بعد اتفاق افتاده، ما نسبتمون با سنت قطع شده و انقلاب اسلامی اومده در واقع نسبت جدیدی یا رابطه جدیدی برقرار بکنه، یا اینکه نه، انقلاب اسلامی ادامه سنته. به تعبیر دیگه ما الان توی فضای عمومی هم با یه چالش روبرویم که آقا اسلام انقلابی، اسلام سیاسی یه اسلامیه که خب بالاخره با جمهوری اسلامی، با رأیگیری و دموکراسی و با در واقع مردم صاحب‌دینی و اینا ارتباط داره. این نسبتش با اسلام سنتی ما چیه؟ چون اسلام سنتی اینا رو نداره، اسلامی که قبل از مثلا مشروطه و جنگ‌های ایران روس بوده. آیا این اساساً یه اسلامیه که کاملا متناسب با جهان فضای جدیده و اگر اینطوری اون وقت از سنت گسسته شده؟ اگر اینطوری باشه یه پرسش اینجا مطرح میشه، اونم اینه که اساساً چرا پس آیوزو کشان دوباره آخر کتاب میگن که ما باید دوباره اون سنت تاریخی رو احیا بکنیم و روایت تاریخمون ارائه بدیم. به نظر میرسه ایشون داره توی موضعی حرف میزنه که از یه طرف پای در سنت داره و از طرفی به ما اشاره میکنه که وضعیت جدیدیه. یعنی نکته مهم کتاب ایشون برای فضای علوم انسانی ما، برای کسایی که توی این مسائل سر و کله میزنن، اینه که از نظر ایشون غرب یه چهار نظریه نیست که مثلا من نظریه یه غربی رو بخونم، نقد بکنم بر اساس مبانی اسلامی، بگم خب دیگه نظرش ببین مغالطه است، مثلا اشکال منطقی داره پس نقد شد، پس تموم شد. ایشون خیلی تاکید دارن که اون یه وضعیته. الان به کتاب وضعیت پست مدرن لیوتار هم اشاره دارن که آقا این نظریه ها یه وضعیته، اگر نظریه ای رو میخوای نقد بکنی اینو باید توی وضعیت توضیح بدی. این نظریه ایکس و ایگرگ زد توی غرب یه وضعیتی رو داره تو جهان، تو رقم میزنه، یه تکنولوژی با خودش میاره، یه وضعیت سیاسی میاره، یه وضعیت اجتماعی میاره و نقد اون نظریه با تغییر این وضعیت اجتماعی باید همراه باشه. این وضعیت اجتماعی یه پا در سنت باید داشته باشه و داره و یه نسبتی با دنیای جدید برقرار میکنه. من یه بار با خودشون صحبت میکردم، ایشون یه نکته‌ای گفتن که انقلاب اسلامی یه انفتاحی برای ما در تاریخ باز کرده که این انفتاح تاریخی نه برگشته به سنت تام و تمامی که اصلا امکانش نیست به لحاظ تاریخی، و نه اینکه دند دادن به تاریخی که غرب باز کرده، بلکه تاریخ جدیدیه که روبروی ما گشوده شده و ادامه داره و حالا ما هستیم که باید ببینیم چجوری می‌خوایم این تاریخ رو ادامه بدیم. خب آقای دکتر، این کتاب رو شما مطالعه کردین، چه کتابایی به عنوان مکمل این کتاب پیشنهاد میکنید بیننده ما ببینه؟ واقعش اینه که بجز کتابایی که خود آقای دکتر بعد از این کتاب نوشتن، که حالا از اون کتابایی که بعد از این نوشتن یکیش چاپ شد بعد خورد به اون بیماری مشهورشون تو سطح کشور، مثلا کتاب انفتاح تاریخی که منتشر شد، اما کتابای دیگه هم دارن که منتشر نشده. کتاب انقلاب اسلامی و وضع کنونی عالم آقای دکتر داوری اردکانی به نظرم که همون اوایل انقلاب نوشتن، به لحاظ محتوایی خیلی در واقع تنه به تنه این کتاب میزنه. کتاب حدیث پیمانه آقای پارسانیا به نظرم از این جهت میتونه کمک کننده این کتاب باشه، چون اونم در واقع یک سیر تاریخی داره که در نهایت به انقلاب اسلامی و بعد از انقلاب اسلامی میرسه.
و در واقع یکی دو تا کتاب از کتاب‌هایی که آقای دکتر موسی نجفی نوشتن، مثل این کتاب انقلاب اسلامی، کتاباشون که در مورد انقلاب اسلامی یکی دو تا کتاب دارن. یک کتاب انقلاب اسلامی، انقلاب فرامدرن، فلسفه انقلاب اسلامی، فلسفه انقلاب اسلامی و انقلاب در واقع انقلاب فرامدرن. این 3-4 تا متفکر یا نویسنده به نظرم آثاری که در مورد انقلاب نوشتن کمابیش به این کتاب نزدیک هست. من البته با توجه به این کتاب فکر میکنم یک کتاب نزدیک اونم کار آقای طاهایی است که فلسفه تاریخ و انکشاف تاریخ و فلسفه تاریخ در انقلاب اسلامی است. خیلی به نظرم انگار آقای طاهایی یک پروژه امتداد پروژه آقای کچویان، البته در یه سطح دیگه، یعنی در سطح شاید یه تعبیری تأمل بیشتر در فلسفه تاریخه و اون کتاب آقای طاهایی رو هم میتونن دوستان مطالعه کنن. کتاب دیگه هم که در حین برنامه گفتم دیگه، هویت‌های مرگبار امین معلوف، هم شاید به صورت موازی با این کتاب نباشه، اما یکی از فصل‌های کتاب که بهش اشاره کردم، همون همسانسازی مهلک رو خیلی خوب توضیح میده و شاید کمک کنه به این پروژه. و در حین برنامه گفتم این پروژه آقای کچویان اصلا جلو نرفته که ما بخوام مثلا یک کتابی در این باب بهش معرفی کنیم، چون به نظر خودش یه مقداری هم مظلوم واقع شده و هم کل پروژه مظلوم واقع شده. حالا کتابا رو دوستان معرفی کردم. من شاید اون کتابی که از بین کتابا یه مقدار عمومی‌تر باشه و شاید از جنس همون تجدد شناسی هم باشه بیشتر تا اینکه بخواد مکمل کتاب دکتر کچویان باشه، بحث توسعه مبانی تمدن غرب شهید آوینیه که اون هم به نظر میتونه اون جریان تجدد شناسی رو تا حدی به خواننده ما نشون بده. ممنون، متشکرم.